با من آماده شیم بریم کنسرت، اونم تنهایی. البته کنسرت نیستش، تئاتر موزیکال کمدیه ولی ما میگیم کنسرت. همه چی از اونجا شروع شد که من فهمیدم باید با ترسام روبروشم. شاید با خودتون بگین این که اصلا ترس نیسته. این هم آدم که میره کنسرت و سینما، اونا چی؟ اونا یعنی باید بترسن؟ باید بگم آره ترس نیستش، ولی برای من خیلی ترسه. من واقعا از تنهایی جایی رفتن میترسم. البته نه هر جایی. من شاید تنهایی اوکی باشم برم بیرون خرید و اینا، ولی از اینکه بخوام تنهایی برم سینما، نمیدونم تئاتر، کافی شاپ بخوام برم بشینم، از اینجور چیزا یکم میترسم. مثل این نمونه که رفتم سر یه کلاس نشستم بدون اینکه بخوام ثبت نام کنم، همچین حسی دارم انگار مثلا تو اون کلاس اضافم، یعنی بدون اجازه تو اون کلاس نشستم. امشب چون میخوام سیف باشه همه چی، رنگ نود رو انتخاب کردم. آرایش نود همیشه رو من میشینه. این میکاپ آرتیستا چجوری هم آرایش میکنن، هم حرف میزنن، هم پند اخلاقیشون رو میرسونن. فهمیدم که من خیلی تک بودیم تو این قضیه. اینو خیلی خوب کشیدم. الان اینو چجوری شبیه بکشم؟ خوب شد. نمیدونم شما از این ترسای الکی و مسخره مثل من دارین یا من فقط اینقدر سوسولم. اگه از این ترسای الکی دارین حتما تو کامنت ها برام بنویسید. واسه رژم یه رژ مدادی دارم که اصلا هیچی ازش نمونده. ایشالله که امشبم منو بتونه به جایی برسونه دعاش کنم. خیلی رنگش رو دوست دارم. اینترنت خریدم اصلا هیچی از مارکش و اینام یادم نمیاد. خوب شدش نه؟ اوکی. یه رژگونم بزنم از بیحالی بیام بیرون. نه خدای استرس دارم واسه امشب که اینکه دارم تنها میرم تو یک سالن بزرگ. بعد قطعا اونجا مثلا دختر پسرا خیلی هستن، خیلی کاپلن، خیلی خانوادگی اومدن. خیلی استرس دارم ولی واقعا تصمیم گرفتم باش مواجه بشم. لباس اینترنتی سفارش داده بودم و دیروز صبح رسید. گفتم چقدر خوب اگه این اوکی باشه من همینو بپوشم امشب. بزنم بهتون نشون بدم. رنگش هم سرمه‌ای خیلی قشنگه. وای چقدر جنسش باحال، از اینه که لخت خودشو میندازه. برم بپوشم بهتون نشون میدم. تا اینجا که تاییده. برم موهامم خوش کنم. اگه چتری دارین همون اول برین چتریاتونو اتو بکشین، سشوار بکشین. الان من بین دو تا مدل میدم. یکی میگم اینجوری چتریامو بریزم تو صورتم، خب مثلا اینجوری استایل کنم، ولی بعد میگم که نه خیلی دخترون است، بعد یکم سنگین رنگین بخوام باشم بعد بدم به کنار چتریا رو. حالا دیگه شال که میندازم اونجا استایلش رو درست کنم. آقا چطوره؟ موهام اوکی شد؟ خب برازم خوب. شالم مشکی انتخاب کردم به مانتو میاد. تا ساعت 7 شروع میشه، الان ساعت 4:30. من باید یه سر کارگاه برم، یکم کار دارم. ایشالله که میرسیم دیگه. 6:30 اونجا باشم خوبه. بزن بریم. بچه‌ها من رسیدم جای کارگاه. نمیدونین چقدر خوابم میاد، خیلی خستم. برام بالا یه قهوه درست کنم. همچنان توی فکر اینم که این چه کاری بود کردم. چرا واقعا چرا تنهایی خواستم برم کنسرت؟ نگاه کن الان اگر مثلا میخواستم تنهایی برم خرید یا مثلا تنهایی تو چارچوب خودم بودم، مثلا تنهایی نمیدونم میخواستم برم دور بزنم، اینو اوکی بودم. هنوز برام هضم نشده. واقعا نمیدونم پند اخلاقی این ولاگ قراره چی باشه، چون من همیشه سعی میکنم اگه ولاگ بذارم ازش تهش یه نتیجه در بیاد، مثلا یه درسی چیزی بگیرین، انشالله که آموزنده باشه. اصلا شما چرا تا الان دارین نگاه میکنین؟ اصلا خورده. هنوز شبا نمیتونم حذف کنم. چرا من ساعت 7 باید تنهایی برم تئاتر؟ چرا بالای موام خوب شده. امیدوارم که خوش بگذره. خب من همه کارامو کردم بچه‌ها. احساس میکنم هر چی دارم به ساعت 7 نزدیکتر میشم بی‌حوصله‌تر کسل‌تر میشم. الان کتفم در گرفت. اما دیگه از یه طرفی دارم خودم خیلی لوس میکنم. مگه چی دیگه بابا، میریم اصلا خوش میگذره. تازه شما هم هستین، تنها که نیستم. بزن بریم. بچه‌ها یه چیز بگم بخندین. کیف جا گذاشتم، کیف نیاوردم. فکرشو بکن. بعد من خب صبح باشگاه بودم، کل وسایلام توی کوله ریخته بودم. دیگه من همون کوله رو ای دیوانه الان بهش زده بودم. من همون کوله رو برداشتم آوردم. الان آدرس رو زدم رو نشان. تقریبا 20 دقیقه راه تا اونجا. الان هم تقریبا ساعت 6:30. بچه‌ها وقت خدا میخواد نشونه بفرسته. این
اینجا نوشته گیشا، اون سایتی هم که من ازش بلیط گرفتم اسم سایتش گیشا بود. چه 7 دقیقه دیگه مونده، الان هم ساعت 18:51. البته ساعت گوشی من ببخشید ساعت ماشین من جلوی 10 دقیقه جلو هستش. چراغم سبز شد برم. ما رسیدیم. سلام از فردای دیشب بچه ها. دیشب نذاشتم من فیلم بگیرم، بعدش هم کلی به کار برام پیش اومد، گفتم الان بیام بشینم درباره دیشب کلی با هم صحبت کنیم. اول از همه درباره تئاترش بگم. راستش رو بخوای کانسپتش بیشتر همون کنسرت بود تا تئاتر و به عنوان یه جوون مشهدی خیلی خوشحالم که بالاخره تو مشهدم داره کنسرتایی برگزار میشه. خیلی ایده خلاقانه و جدیدی داشتن. فکر کنم یه سری از آهنگا که اصلا هیچ ربطی به آهنگای سنتی ندارن، مثلا مثل خوشگلا باید بیایم برقصیم اندی رو تو دست با یکم تغییرات تو دستگاه‌های سنتی داشتن میخوندن. یه سری آهنگایی که تنزن رو میمدن تو دستگاه سنتی میخونن و این خیلی بامزه میکرد کارو. جشن شب نشینی باید باشیم برقصیم. اول تئاترم که یه دیجی بود، حالا با یه کمدین که یکم مردم رو گرم کرد و بعد تئاتر اصلی شروع شد. حالا اسم تئاتر ولشدگان بود. کار طنز فوق‌العاده‌ای، اگه تونستین حتما بریم. و حالا از اتفاقات دیشب فکر نمی‌کردم اینقدر بهم خوش بگذره. اصلا فکرشو نمی‌کردم اینقدر بهم خوش بگذره. اولش واقعا خجالت میکشیدم، ولی بعد که رفتم توی سالن، جو سالن دیدم هر کی سرش تو کار خودشه. برنامه که شروع شد اصلا توی دنیا اصلا دیگه یادم رفت داره چه اتفاقی میفته. اصلا من استرسم کلا همه چی ریخت. خیلی خوشحالم که این کارو کردم، چون اصلا یه حس ارزشمندی خاصی دارم. یعنی دیگه جورایی بهم ثابت شد که تنهایی با خودت هم بهت خوش میگذره. حتما لازم نیست یه نفر باشه، حتما لازم نیست یه کسی کنارت باشه که تو اون احساس خوب رو داشته باشی. یه جورایی عزت نفسم یه کوچولو قلقلک داده شد و یکم قوی تر شد. نمیدونم چجوری تو کلمه بهتون بگم، اما حتما از این کار رو بکنید. اگر مثل من آدمی هستین که از اجتماع دوری میکنین، حتما تنهایی برین جایی، نه تو چارچوب مثلا ماشین. مثلا من اینجوری بودم، حالم گرفته میشد سوار ماشین میشدم میرفتم دور میزدم، نمیدونم میرفتم پارکی جایی، یا مثلا مشهد یه جایی داری به اسم کوه پارک میرفتم بام مشهد برمیگشتم. ولی این که تنهایی بری توی یک جامعه خیلی قشنگه. حتما از این کارو بکنین، حتما با ترساتون مواجه بشین. چرا؟ بعدش که اومدم خونه با خودم گفتم همین بود. یعنی من به خاطر این اینقدر خودمو میخوردم، مثلا تنهایی جایی میرفتم میگفتم زشته بده ولش کن، نمیرم، به فلانی زنگ زدم میای نمیومد دیگه نمیرفتم. وقتی انجام بدی میفهمی چه چیز مسخره بوده که تو الکی از خودت تابو ساخته بودی. میدونی یاد چی افتادم؟ اینو تو کتاب نیمه تاریک وجود فکر کنم میگه. بودایی‌ها از یه مجسمه بزرگ بودا که گلی بوده، جنسش از گل بوده، نگهداری میکردن. بعد یه سری از اتفاقات یه شکاف عمیق روی مجسمه به وجود میاد و اون شکاف باعث میشه که مردم بفهمن جنس این مجسمه از طلاست. تو زمانهای قدیم موقع جنگ که بوده، برای اینکه این مجسمه رو سالم نگه دارن و به دست دشمن نیفته، با لایه‌های ضخیم گل اینو میپوشونن و زمان که میگذره همه یادشون میره جنس مجسمه چی بوده. این دقیقاً حکایت ماست. باورهای غلط ما دقیقاً همون گلا هستن که روی طلای وجود ما رو گرفتن. خیلی داره فلسفی میشه قضیه، ولی واقعاً به همین شکله. یعنی باورهای غلط ما، یعنی من که امشب واقعاً لمسش کردم، باورهای غلط من باعث شده که من اون ارزش وجودیمو اصلا فراموش کنم. این طلایی که تو وجود من هست اصلا نبینم. فقط به نظر خیلی بی‌ارزش بیاد و بگی اصلا اتفاق مهمی نیستش این کاری که کردی، مثلا بخوای بیای برش ویدیو بگیری. ولی واقعا برای خودم مهم بود. خودم میدونم چه تغییری تو من به وجود اومده و اصلا از این اتفاقات کوچیک به راحتی توی زندگیتون نگذرین. شاید مسئله اصلی ما همین اتفاقای کوچیک باشه که ما اصلا در طول روز بهش نگاه نمی کنیم. ما همیشه توقع داریم یک قدم گنده برداریم، یک چیز گنده رو رقم بزنیم، یک اتفاق گنده بیفته.
کوچیک کوچیک، لقمه لقمه. احساس میکنم خیلی حرف زدم. امیدوارم این ولاگ به دردتون بخوره. اول ولاگ همیشه داشتم با خودم میگفتم این ولاگ الان قراره چه اتفاقی بیفته، مثلا قراره چه چیزی اضافه کنه، ولی الان که دارم میفهمم خیلی اتفاقات توی من رقم خورد. حتی اتفاقای کوچیک، چیزای کوچیکی که ازش میترسین خیلی کوچیکو حتما برین انجام بدین. قورباغه‌های بزرگ و کوچیکتون رو قورت بدین. میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ الان یه هواپیما رد شد. دارم به فکر میکنم چرا سفر تنهایی رو امتحان نکنم. واقعا شاید یه روز سفر تنهایی هم امتحان کردم. خیلی به دهنم مزه داد این تنهاییه. حتما امتحانش میکنم. دمتون گرم. مرسی که این ولاگو تماشا کردین. ماچ به کلتون. خدافظ.